چاینکی بود دوستان عزیز. ما تا یک بوی بود که بسیار عالی. خب به هر صورتش دوستان عزیز همونطور سلو میریم به طرف فروشگاه. این بار برعکس میریم دوستان عزیز. هر بار که آمدیم از فروشگاه آمدیم به این طرف، اما این بار از این سو میریم. این کابل زیاد سرای داره، هر طرف یک سرای است و هر سرای هم مخصوص یک چیز. مثلا اینجا زرداد مارکت است که این مخصوص چی میگن بود فروشی است. یک سرای دیگه آمد زنم اگه اشتباه نکنم سرای قنداری ها میگن شکل، هم مخصوص بود. بچه بگی آجی چاپن کردی بگی آجی ها ایسه بیا وار کجا میری بچه سلام و درود خدمت شما عزیزان. انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی، از زندگی به خوبی و خوشی پیش بره. دوستان نهایت گرامی آمدیم به طرف کوچه مندهی شهر کابل یا خود مندهی. الان چی یک بوی آمد، بوی چاینکی بود دوستان عزیز. ما تا یک بوی بود که بسیار عالی. خب به هر صورتش دوستان عزیز همونطور سلو میریم به طرف فروشگاه. این بار برعکس میریم دوستان عزیز. هر بار که آمدیم از فروشگاه آمدیم به این طرف، اما این بار از این سو میریم. دیگه در ادامه ویدیو همراه ما باشین دوستان عزیز. ولد دوستان عزیز دیگه چند وقت یک هفته میشه که یک مریضی آمده بسیار سخت، سینه و بغل و گلوندردی و ریزش نفس مردم کشیده. نه در ویدیو قبلی هم گفتم و تو نیست که یکی دو نفر، در هر فامیل 6-7 نفر گرفته، در هر فامیل تقریبا 90% نگرفته. بسیار یک مریضی خطرناک هم است، آدم بیخی از دست پای میندازه. متاسفانه که مرام گرفته. دعا کنین که بخیر شفا پیدا کنیم و سلامت باشیم تا بتونیم با شما ویدیوهای زیبای از کابل و اطراف از او تهیه کنیم. هوا همچنان دوستان عزیز سرد شده، همین هوا تغییر کرد یک دفعه کلگیر مریض کرد. شمنده یا موت خوب سعی بیربار است. طرف میوه خشک فروشی دوستان عزیز. اون طرف هم چای خشک فروشی، شیر خشک و این چیزا هست دیگه. این طرف هم پلاستیک فروشی ها. این کدیم سر جوی برین دوستا. این دکان ها رو ببینین. لازم شوفها كذا يا طرف از سرایاز دوستان عزیز. در ویدیو گذاشته مندهی هم گفتم که مندهی کابل زیاد سرای داره، هر طرف یک سرای است و هر سرای هم مخصوص یک چیز. مثلا اینجا زرداد مارکت است که این مخصوص چی میگن بود فروشی است. یک سرای دیگه آمد زنم اگه اشتباه نکنم سرای قنداری ها میگن شکل، هم مخصوص بود و همین چیزها هست. كيف هيك
خوب صحیح زیاد از اوسا. این کوچه در طرف فروشگاه برآمده دوستان، طرف تیمورشاهی کوچه ما رو میریم فروشگاه میبره. اینی کوچه کی طرف است؟ این میره تیمورشاهی. اینی کوچه هوای خوش که ببینین. این طرف هم جنبه فروشی هست دیگه زمستان است، مردم دیگه اینه میارم میفروشه، وقتش وقت همی است. راه بند شد دوستا. این قصابی های مندوی کابل. بچه بیگی آجی چاپن کردی بیگی آجی ها این سو بیا غوار کجا میری بچه نصیب رستوران هم نام بالا میبینین دوستان، از جمله رستوران های قدیمی در اینجا و در کوته سنگی هست که همگی رستوران هم میشناسن دیگه، ضرورت به معرفیش نیست. رستوران دیگه بیادر آینه کباب که رئیسن چپ و راست هم تو نام یک دوره داشتی. یعنی غالک دوستان عزیز، غالک و چرم و چیزا زی بخش. خب دوستان عزیز از کوچه دیگه میبریم انشالله که از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال ها سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه تانا به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.